جوانان تاجیک در شهرهای دوشنبه و خوجند و دیگر مناطق کشور از جشن هالووین به طور گسترده تجلیل کردند. تنها در شهر دوشنبه شام روز 30 اکتبر 3 نقطه سپورتبر استقلال، تالار ساحه‌ای مهمانخانه شراتون و کلوب شبانه منهتن میزبان جشن هالووین بودند. در تاجیکستان سالهای گذشته مقامات از تجلیل این جشن که همگی در یک و یا دو مکان برگزار میشد به دلیل بیگانه بودن این جشن به فرهنگ ملی جلوگیری میکردند، ولی این بار مشاهده شد که پلیس به برگزاری این جشن هیچ مانعی ایجاد نکرد و جوانان به راحتی از هالووین تجلیل کردند. جوانان تاجیک، آنهایی که از این جشن تجلیل کردند، میگویند که هالووین در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا تجلیل می شود و این یک چاره‌بینی دلخوشی است و آنها نیز این حق را دارند که از آن تجلیل بکنند. این یک خوشایندی است برای جوانان، برای دولت پیشرفته شده است، زمانه علی شده است و جوانان این چیز را طلب میکنند. این چیز از امریکا به ما آمده است، ولیکن جوانان ما این را قبول کردند و این حال چقدر دیده ایستاده است و من رسمی پیشک است و دیگر رسم ها ممکن است به رو کشیدن. همین جشن از کجا پیدا شده؟ معناش این از امریکا پیدا شده است. این دورای پیش از قدیم مولایان و آنها آمدگی کودکان را برای کودکان را ترساندن. اساسی این برای طفلای میده را ترساندن. همین خیلی چارلی یک نو مردک بود و پریش توی فریزریکش هم گوید می شود، می گشت و همین خیلی کودکان رو می ترساند. از 1 اکتبر تا 31 این روز رو خیلی دوست دارند در امریکا. چی معنا دارد همین کلمه هالووین؟ ترساندن کودکان، یک جشنی برای ترس. برای ترس. جشن هر شب این رو جشن میگیرند. Короче, Хэллоуин, амин ҷанубе кара, короче, праздники, короче, монеси аст. Аз ки аст? Аз Европа, Америка, наки мо просто чихелай. Акид мегзарем ҷавонон барои обшукруги химо рақс бозӣ химо ки вақти хушук дар мобайни ҷурои дӯстони худ. Это американский праздник, день тыквы вообще. روز کادو است. روز کادو. یعنی برآمدش چی معنا داره؟ یعنی کادو باید چیکار کنیم؟ من دارم که ادری کادو علاوه موندگی اگه علاوه پرسته چه این رو وارد میگم. شما چرا جشن میگیرید؟ باید پروسا کس خونه زیر شده خیر. دیگه 170 این خورسندی یعنی برای مثلا ما چیکار کنیم؟ یعنی روی رسم کشی باید با چیکار کنیم؟ اون رسم نام میکنید. اون استراش میکنید. همه استراش میکنید. استراش داره. اول زورای کرده. هالووین در تاجیکستان غالباً میان گروهی جوانان مرکزنشین دوشنبه و آنهایی که در خارج کشور زندگی کردند و یا در سازمان‌های بین‌المللی در دوشنبه فعالیت دارند جشن گرفته می شود. آنها در دیسکو کلوب و مرکزهای دلخوشی با بر کردن لباس و نقاب‌های مختلفی وهم‌انگیز و قهرمان‌های افسانه‌ها از جمله با جامعه وامپیر و عجوزه کمپیر هالووین را تجلیل می‌کنند. با این ترتیب جشن هالووین در تاجیکستان در برابر طرفداران مخالفان زیاده نیز دارد. روحانیان تاجیک و گروهی از دیگر جوانان این عید اصلا غربی را مخالف بر رسم و آیین ملی و سنتی می‌دانند و از آن نگرانی می‌کنند که آهسته آهسته این جشن می‌تواند توسعه یابد و جوانان به جشن و مراسم‌های بیگانه رو بیارند. یگان دین به علاقمندی ندارد، این یگان ضرر هم ندارد برای یگان دولت، یگان دین هم نیست. این همچنین که بدین است این праздник. همه آدم ها کدام میخواهند میتونن جشن بگیرند. فرق ندارد مسلمان هست که فرق ندارد. مسلمان ها این رسم رو قبول نمیکنند، ولی چنانکه دیده شدیم تاجیکان ما مسلمان ولی جشن میگیرند. هالووین اصلا عید انگلیس هاست که از عصر نوح به این جانب تجلیل می شود، هرچند در طول عصرها رسم و عنعنه های این عید تکمیل یافته و تغییر خوردند. مهمترین عنصر جشن هالووین بر علاوه پوشیدن لباس وهم‌انگیز این ساختن قندیل های عجیب از کدو و تورب می باشد.